Good morning. Would you state your name and spell it for the record, please? My name is Ezra McCandless. County 911, what's the address of the emergency? This is Don Sipple calling, and I have a lady that just came to my house, and somebody attacked her. She needs a doctor. Her clothes are all torn, and Is she injured? yeah, she's injured. Her mouth is kind of got some blood around it, and her clothes are all torn. Okay, and can you ask her what her name is? What's your name, ma'am? What? You don't know? She's in kind of bad shape. She says she don't know. Okay, let me put you on hold. Do not hang up. I'm going to start some help, okay? Sure. 21 مارس 2018 دختری به اسم ازا مکندرس با لباسای پارو و بدن زخمی از سر ناچاری به مزرعه‌ای که دان سیپل صاحبش بود پناه میبره. بعد از تماس دان با پلیس، تیم پلیس خیلی سریع به محل میره تا از ماجرا بیشتر باخبر بشه. مأمور پلیس از ازا میپرسه که چی شده. اون میگه که دوست پسرش الکس بهش حمله کرده و اونم با سختی فرار کرده و به مزرعه دان پناه آورده. Where are all your hurt from right now? Everywhere. Everywhere? Anybody that we can call for you? Mango. ازرا با یکی از مامورا به نزدیکترین بیمارستان منتقل شد. در همین حین باقی ماموران پلیس شروع به جستجو اطراف مزرعه کردند تا شاید اطلاعاتی از الکس و اتفاقاتی که افتاده به دست بیارن، اما هیچ چیز قابل توجهی پیدا نکردند. از طرفی موبایل الکس هم در دسترس نبود و حتی ما خانواده‌اش هم ازش خبری نداشتن. به همین دلیل مامورا تصمیم گرفتن به بیمارستان برن تا شاید بتونن اطلاعاتی بیشتری از ازرا بگیرن. اما ازرا چیز زیادی به یادش نداشت. تنها چیزی که یادش بود این بود که با دوست پسر سابقش درگیر شده و بعدش فرار کرده. بنابراین پلیس تحقیقات رو به فردا موکول کرد. فردای اون روز شد. پلیس دامنه جستجو رو سریع تر کرد و بعد از چند ساعت اولین سرنخ رو از یه زمین خاکی پیدا کرد. سرنخی که یه رد پای عجیب بود. رد پایی که پلیس رو به یه ماشین عجیب و غریب با نقاشی‌های عجیب راهنمایی کرد. بعد از پیدا کردن ماشین، پلیس الکس رو پیدا کرد، اما غرق در خون بود. جستجوی پلیس برای پیدا کردن الکس همونجا متوقف شد. این پسر 24 ساله با 16 ضربه چاقو کشته شده بود. اوایل سال 2017 بود که ازرا با مردی به اسم جیسون که پزشک بود و توی نیروهای ذخیره ارتش خدمت میکرد آشنا شد. رابطه این دو نفر خیلی سریع صمیمی میشد تا جایی که ازرا وسایلش رو جمع کرد و به آپارتمان جیسون نقل مکان کرد. در این 8 ماهی که این دو نفر با هم دیگه زندگی میکردن، یک کافی شاپ به نام رئیسی به عنوان پاتوقشون شده بود. یه روز به طور اتفاقی در یکی از رفت و آمد روزانه‌شون با پسری به نام الکس آشنا شدن که چند تا بلوک اون طرفتر زندگی میکرد. الکس پسر مهربونی بود، خوش صحبت و اهل فلسفه بود. این 3 نفر خیلی زود به دوستان صمیمی هم تبدیل شدن و به همین دلیل هر وقت جیسون سر کار میرفت، ازرا و الکس مخفیانه با هم قرار میذاشتن. این قرارهای مخفیانه و رفته باعث شد که رابطهشون خیلی نزدیکتر بشه. این قرارهای پنهانی تا جایی ادامه پیدا کرد که رابطه این دو نفر وارد فازی به نام VDS شد. تو این رابطه این دو نفر توافق کرده بودند که از تحمل درد و توهین لذت ببرن. حالا ممکن بود از دستبند یا طناب استفاده کنن یا محدودیت‌های فیزیکی و مجازات‌های جنسی داشته باشن. موضوع اصلی این فانتزی عجیب و غریب تبادل قدرت بین این دو نفر بود و به نظر می‌رسید که این رابطه میتونست برای مدت‌ها ادامه پیدا کنه. اما جیسون در نهایت از این رابطه با خبر شد و فهمید که ازرا و الکس با هم در ارتباط بودن. نتیجه این شد که جیسون و الکس با هم دوست بودن، ولی ازرا تصمیم گرفت از هر دوشون جدا بشه. با این حال اون عجله برای ترک کردن آپارتمان جیسون نداشت و به عنوان یک دوست معمولی پیش جیسون موند. همه چیز همینطور ادامه پیدا کرد و تا اول مارس 2018، یعنی 3 هفته قبل از کشف جسد الکس، جیسون که 2 هفته به یه اردوی آموزشی نظامی رفته بود، وقتی برگشت به خونه ازرا رو در حالتی که شدیداً غمگین و گریه میکرد پیدا کرد. ماجرا اینطور بود که یه شب ازرا و یکی از دوستان جیسون رفتن مشروب خوردن و در حالی که مست بودن یکی از پسرا به قصد سوء استفاده به ازرا حمله کرده بود.
ازرا از این اتفاق ناراحت بود اما نمیدونست چطوری موضوع رو با جیسون در میون بذاره. بنابراین تصمیم میگیره پیش الکس بره و ابتدا با اون صحبت کنه. به گفته ازرا انگار الکس هم همون شب قصد سوء استفاده از اون رو داشت. بنابراین ازرا اونجا رو ترک میکنه و به خونه جیسون برمیگرده. از شنیدن این ماجرا جیسون به شدت عصبانی میشه و تصمیم میگیره این قضیه رو به پلیس اطلاع بده. Started getting really tipsy. He kept telling me to be quiet, like she kept shushing me. It's really scary. تحقیقات پلیس با بررسی گوشی ازرا و مصاحبه با دو دوست پسر قبلی شروع شد. با بررسی گوشی پلیس متوجه شد که ازرا قبلا با دوست جیسون رابطه جنسی داشته و حتی پیشنهادهای هم به اون پسر داده بوده. از طرف دیگه الکس به پلیس گفته بوده که ازرا خودش تمایل به این کار داشته اما در لحظه آخر پشیمون شده بوده. به همین دلیل به خاطر کمبود شواهد و مدارک پلیس پرونده رو مختومه اعلام میکنه. بعد از این تحقیقات ازرا از اظهارات الکس به شدت ناراحت شد چون احساس میکرد جلوی جیسون خراب شده. این ماجرا باعث شد که جیسون از ازرا بخواد وسایلش رو جمع کنه و فوراً آپارتمان رو تخلیه کنه. ازرا هم بعد از تمام این بازی‌های ذهنی و استرس که بهش وارد شده بود پذیرفت و همون روز آپارتمان رو ترک کرد و به شهر برگشت تا پیش خانواده‌اش باشه. چند هفته بعد در تاریخ 2 آپریل 2018 جیسون طبق معمول توی کافی شاپ مشغول وقت گذرونی بود که متوجه حضور ازرا شد. از اومدن دوبارش متعجب شد اما وقتی دید که حالا اوضاع ازرا خیلی عجیب و ترسناک به نظر میرسه نگران شد. جیسون از ازرا پرسید که چرا برگشته. اون گفت که اومده یه سری به الکس بزنه و کارهای هنریش رو بهش نشون بده. بعد از صحبت با جیسون ازرا کافی شاپ رو ترک کرد و به سمت خونه الکس رفت. جیسون که از دلخوری هایی که بین خودش و ازرا پیش اومده بود حضور دوبارش در شهر نگران شده بود. سوار دوچرخه شد و تصمیم گرفت از دور اوضاع رو کنترل کنه. در همین حین سرایدار که تو ساختمان الکس مشغول شده بود از رفتارهای مشکوک جیسون نگران شد و به پلیس گزارش داد که یه دوچرخه سوار مشکوک به اطراف خونه الکس میچرخه. چند دقیقه بعد دو مأمور پلیس به آدرس خونه الکس اعزام شد. And said they saw you park your bike over here, yeah, and then walk over there, look around in that car. Do you know that person that lives there? It's my girlfriend's car, or my Okay. ex-girlfriend. We're kind of in a situation, and when she talked to me this morning, I was worried because the guy that lives there is involved in an assault case that she's with, or She's the victim of? she's the victim of an assault that happened. And when she went to him for consolement, I was gone on military orders. Okay. She went to him to talk to him about stuff, and then he kind of took advantage of her too, and she wanted to talk to him, I think, today about some stuff, and I was paranoid because she had, like, fire in her eyes. Okay. So, Who's the girlfriend? Ezra McCandless, Okay. I was just worried because, like, Was the door standing open over there when you got there on the car? I knocked like 3 times, I didn't hear anything, I didn't hear a scuffle or Okay. anything, so knock, yelled, opened the door, and I heard her say, let him help you. So then I said, hey, is everything okay? Is everyone all right now? I mean, I'm a medic in the military, so, like, I was paranoid. I was paranoid that someone was going to do something irrational. Okay. And they're in the house on the corner here, or? Yeah, I think they're fine, though. I mean, I don't know. I'm just... I just saw the door to the car was standing open, too. Yeah, I wanted to turn her car off. Her car was running, so that's why I was, like, worried, because it was running, and I was like, okay, what's going on? Like, what's going on? Is everything okay? Okay. Do you have any ID with you? Yeah. Jason, you live in town? Roger that. Just worried. I don't think he's dangerous, but I don't know. Do you know what his name is? Alex Woodsworth? Wordsworth. I think it's Woodsworth or Woodsworth. You can go over by your bike. Hi. Is everything okay here? Okay. Somebody called us kind of worried because they saw Jason come over here and he was going in the car and they weren't sure what was going on. No, everything's fine. Everything's fine? Okay. They were just a little worried because they saw the car running over here and they weren't sure what was going on and all that jazz. I'm going to just slide it out of there. I don't want to take your wallet from you. Sorry for all this, like... It's okay. It's okay. I'd rather come here and check and it be nothing than have something bad happening. Ezra, where do you live? Okay. There you go. You guys are good to go. Thank you. Yep. We're good to go. Everything's good. They're okay. Everything's fine. I'll take care of it too. No problem.
All right. You have a good day. در واقع بعد از اینکه پلیس با این 3 نفر صحبت کرد به این نتیجه رسید که دلیلی برای مداخله پلیس وجود نداره. پس از چک کردن مدارک شناساییشون محل رو ترک کردن و رفتن. اما بعد از پیدا شدن جسد الکس پلیس دوباره به بیمارستان برگشت تا این بار با جدیت بیشتر و قاطع‌تر از اجرا در مورد روز قبل سوال کنه. با فشار و جدیت پلیس در بازجویی انگار بعضی از خاطرات ازرا دوباره یادش اومد. به گفته ازرا در اون روز الکس وقتی در حال رانندگی بود ناگهان یه چاقوی از جیبش در میاره و به زور دست چپ ازرا رو میگیره. بعد روی دست چپش یه عبارت مینویسه. He started like carving something into my arm. He used to call me like boy a lot and stuff like that. And I was just kind of like, I don't really identify that way anymore. بعد از بررسی‌های دقیق پلیس روی این قضیه به این نتیجه رسیدن که این اتفاق نمیتونه صحت داشته باشه، چون اگه الکس در حین رانندگی دست چپ ازرا رو میگرفت و قصد میکرد که کلمه رو با نوک چاقو روی دستش بنویسه، با توجه به زاویه دست‌های هنگام رانندگی طبق توضیحات ازرا این عبارت باید برعکس به طرف خود الکس نوشته میشد. بنابراین این تناقض باعث شد که پلیس به صحت گفته‌های ازرا شک کنه و فشار بیشتری روی ازرا بیاد برای پیدا کردن حقیقت. He didn't do that to you, did he? You carved boy into your own arm. Is that right? وقتی اولین دروغ توسط پلیس کشف میشه، ازرا تمام تلاشش رو میکنه تا از بقیه دروغاش برده برداری نشه. در این مرحله ازرا نسخه دیگه از این حادثه رو به پلیسا میگه. طبق گفته‌های جدیدش آن توضیح میده که چاقو رو از قسمت تیغش محکم گرفته بود و با استفاده از چنگ زدن توانست که اون رو از دست الکس بگیره. بعد از اون هر کاری که انجام داده فقط و فقط برای دفاع از خودش بوده. He kept trying to grab me in the back of the car. So I just started to defend myself as fast as I could. You said you had the knife. Where were you cutting them? I just was going anywhere and everywhere I could. Okay. He just kept grabbing me and grabbing me and grabbing me. ازرا بعد از این توضیحات به اداره پلیس منتقل شد تا به سوالات بازپرس اصلی پرونده پاسخ بده. تو این مسیر وقتی که وقت کافی داشت شروع کرد به فکر کردن و بازسازی داستان خودش، طوری که هر جزئیاتش رو کاملتر و بی‌نقص‌تر بکنه. اون وقتها به شدت تلاش میکرد تا روایتش رو طوری پیش ببره که هیچ تناقضی نداشته باشه و بتونه پلیس رو قانع کنه. Where's the first place you think you stabbed him? I think the first place I stabbed him was in the head. Okay. Okay, and then walk me through the order you think you stabbed him. I think I stabbed him in the head, and then he just kept grabbing me and grabbing me. Okay. So I think I stabbed him in like this leg by the genital region, and then the stomach and the sides and stuff like that. And then I remember stabbing in this region inside the chest and neck region, and then Was that outside the car? that was inside the car. And then I fell because my shoes fell off because I was kicking and everything, and he got out of the car. And then he went to grab me again, and I stabbed him in like the side by the ribs and stuff. And then it's like after that I just couldn't breathe, and I just started breathing and breathing and breathing, and it just got really dark and scary. And I woke up and I peed my pants and everything, and I didn't know what was going on, and he was just laying there, so I started running. بیاد به جای تحلیل زبان بدل به اختلالات روانی که ممکنه سوژه با آن دچار باشه بپردازیم. با توجه به خلق خوی ناپایدار و رفتار ازرا، احتمال اینکه اون مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی باشه وجود داره. افرادی که دچار این اختلال هستن اغلب از رها شدن و ترک شدن میترسن و این ترس میتونه تاثیر زیادی روی رفتار و روابطشون بگذاره. این افراد معمولا هیچ کنترلی روی احساسات خود ندارن یا به سختی میتونن آنها رو مدیریت کنن. اگه ازرا دچار اختلال شخصیت مرزی باشه، این الگوها رفتاری میتونن توضیح بدن که چرا در موقعیت‌های پرتنش مثل مواجهه با جیسون و الکس به شدت واکنش نشون داده و ممکنه در تلاش برای جلب توجه یا جلوگیری از رها شدن از هر روش استفاده کرده باشه. این اختلال میتونه توضیح بده که چرا اون در برخی مواقع دچار بی‌ثباتی عاطفی و حتی به دروغ گفتن در پی توجه اعمال خود پرداخته. این احتمالاً که ازرا درگیر اختلالات شخصی مرزی باشه خیلی زیاده. How come you didn't tell me this yesterday when we talked, Ezra? Because I didn't, it's too scary. I know it's scary, but we needed the truth, right? See, it's better to come and tell us the truth so we know what happened. Because it's just so scary and I can't get it out of my head. And we're sorry that you went through this. And it just keeps replaying and replaying and replaying, and I wish it would go away. Have you talked to any of the doctors about this? What happened? No. Okay, well, that's
probably going to be a good place to talk. Okay. When you were stabbing him, were you trying to kill him? I didn't want him to go away. Okay. He wouldn't go away. تحلیلگرای صحنه جرم بعد از اینکه محل حادثه رو مورد بررسی قرار دادن متوجه شدن که خون بیشتر روی زمین ریخته شده تا داخل ماشین. به خاطر همین همه ادعای مبنی بر درگیری داخل ماشین رو رد کردن. و مورد قابل توجه بعدی اینه که تعداد زخم‌هایی که الکس هنگام دفاع از خودش متحمل شده صفره. این یعنی وقتی الکس چاقو خورده غافلگیر شده و فرصتی برای دفاع از خودش نداشته. نکته دیگه اینه که تعداد زخم‌های روی بدن الکس زیاد و علاوه بر تعداد دفعاتی که چاقو خورده اندام تناسلیش هم به کل نابود شده. تناقض بعدی اینه که اون میگفت وقتی داشته از خودش دفاع میکرده چاقو رو از تیغش گرفته و با این روش تونسته چاقو رو از دست الکس بگیره، ولی زخم‌هایی که روی دستش بودن بسیار سطحی بوده. این گزارش تحلیلگرا باعث شده ازرا بیش از پیش تو دردسر بیفته، چون دیگه بازپرس‌ها مطمئن بودن که این قتل عمده و اجرای این برنامه رو از قبل برنامه ریزی کرده بوده. بعد از 18 ماه دادگاه اجرا شد. میشه به این نکته پی برد که انگار ازرا از اینکه ستاره این پرونده هستش و همه توجه روشه داره لذت میبره و برخلاف قبل اینجا میشه غرور افتخار رو تو چهرهش دید. قسمت جالبش بعد هنگامیه که جیسون برای شهادت وارد میشه و اگه به حالات و رفتارهای ازرا توجه کنیم متوجه میشیم که از دیدن جیسون شدیداً خوشحال شده و اگه به ارتباط چشمی و لبخنداش توجه کنیم متوجه میشیم که ذهن ازرا یه جای دیگه است، انگار نه انگار که تو دادگاه هستش. The person you know as Ezra McCandless in the courtroom today? Yes. Can you identify where she's located by just describing a general area and then an item of clothing, please? Pink blazer. در طول شهادت جیسون ازرا بازی‌های ذهنیش رو شروع کرد. اینجوری بود که روپوش صورتیش رو در آورد تا به جیسون نشون بده که اون ژاکت سبزی که براش خریده بوده رو هنوز داره. بعد از اتمام شهادت جیسون نوبت ازرا رسید که از خودش دفاع کنه. اگه به رفتار، حرکات و رنگ صداش توجه کنیم کاملا متوجه میشیم که هیچ نشونه از پشیمونی از خودش نشون نمیده. I'm going to ask you about meeting Alex. All right. Yes. Why don't you tell us how you met Alex Woodworth? I met Alex Woodworth one night when I noticed him. He was riding alone inside a bar called The Joint. He just seemed very focused, and I thought it was interesting that he was alone amongst all these people, so focused on his writing. Alex and I started slow. We held hands, we hugged, and we shared a few kisses, and then eventually we became partners. I encouraged him to explore himself and things he might want, and we started practicing and doing these new things that he wanted to express himself. I took the role of submissive, turned into what at times could be considered a BDSM relationship. Was there ever a time back in your relationship in January or February where Alex used a knife when having sex with you? Yes, he had cut a pair of my pants that I had one day. ازرا به کمک وکیلش و سوالایی که میپرسید سعی کرد یه داستان و تصویر فانتزی برای دادگاه ترسیم کنه. نکته حائز اهمیتش اینه که ازرا برای سومین بار خط داستان رو باز هم عوض کرده. برای مثال این بار چیزی راجع به گرفتن تیغ چاقو نگفت. در عوض گفت که از یه تکنیک دیگه برای گرفتن چاقو از الکس استفاده کرد. I decided then to knee him in the groin. What happens when, well, you decided to knee him in the groin. Did you actually do it? Yes. What happens then? He reacts and he drops the knife at that point. When he drops the knife, what do you do? Instantly, I grab the knife and I've used my arm to pull myself into the footwell. And that's when everything really starts to happen. I started stabbing him anywhere and everywhere I could. I didn't know what was happening. I just needed to get away. I just needed to get out of the car. Were you consciously aiming for any particular place when you were stabbing him? No, it was happening fast and it was anywhere and everywhere.
تعدادی از متخصصهای پزشکی قانونی و صحنه جرم به عنوان شاهد وارد جایگاه شدند و موضع خودشون رو نسبت به اظهارات متهم به قاضی گفتند. اونا بر این باور بودند که ازرا قصد انتقام داشته و به همین دلیل الکس رو به مزرعه بیرون از شهر برده. بعد اون رو غافلگیر کرده و با بیرحمی اون رو به قتل رسونده. بعد بدنش رو محو کرده و بیشتر از 2 ساعت وقت صرف کرده تا صحنه رو جوری بازسازی کنه که انگار خودش مورد حمله قرار گرفته. به همین دلیل لباسش رو پاره کرده و خودش رو تو گلولای انداخته و زخم‌های سطحی روی بدنش ایجاد کرده. در نهایت گوشی الکس رو شکسته و فرار کرده. این کل ماجراست. الان وقت اینه که ببینی وقتی داره حکمش خونده میشه چه واکنشی نشون میده. We, the jury, find the defendant, Ezra J. McCandless, guilty of first-degree intentional homicide as charged in the information. And the answer to the special verdict question is yes, use a dangerous weapon. Again, you may be seated. All right, ladies and gentlemen, is this your verdict? All right, I'm going to do what's called polling the jury. I'm going to ask each of you. 7 فوریه 2020 ازرا به جرم قتل عمد به حبس ابد محکوم شد که تنها میتونه بعد از 50 سال درخواست آزادی مشروط بده. یعنی وقتی که 70 سالش شده. I want to say how sorry I am that they have lost their son. But sorry doesn't cut it in my mind. That word is not enough and never will be enough for this loss. And I recognize that. I recognize and completely acknowledge this pain. And I'm so sorry. I loved Alex very much. And I also feel a great loss. And I'm so sorry. And thank you for letting me say this. Thank you.